دوستان عزیز سلام علیکم. امیدوارم که خوب و خوش هستید. در ایالت اوهایو در شهر سینسیناتی باغ کوروش کبیر تأسیس می‌یابد. این باغ را سازمان اوریون کامیونیتی بنیاد می‌کند و مساحت آن بیش از 2 هکتار است. در این باغ توجه اساسی به فرهنگ، مدنیت و زبان مردم فارس توجه روانه کرده می‌شود. در نظر است که در باغ کوروش کبیر انشاءات‌های گوناگون تاریخی نیز بنیاد شوند. مسئولین باغ کوروش کبیر همچنین می‌خواهند که مجسمه‌های و نگاره‌های تاریخی را در آن گذارند تا اینکه نسل جوان از گذشته خود آگاه باشند و از آن افتخار نمایند. خب سخن را زیاد نمی‌کنیم و بیایید ببینیم که جریان ساختمان در این باغ در چه حال قرار دارد، دستاندرکاران آن چه آرزوها دارند و آن را چگونه دیدنی هستند. رفتیم. خب دوستان عزیز، این باغ کوروش کبیر است که در آینده نزدیک امیدوار است که باز رشد میکند. امروز قدم های اول گذاشته شد در این بنا که یک گوشه اولین مرکز باغ کوروش کبیر تأسیس یافت، تعمیرش به انجام رسید و دیگر نقشه ها مثل انشاءات‌های گوناگون که به باغ کوروش و مربوط به فرهنگ و تاریخ مردم فارس و تاجیک رابطه خواهند گرفت در این منطقه باغ ساخته به استفاده داده می شود. در نظر است که در اطراف این هاوس باز انشاءات‌های گوناگون ساخته شود و مجسمه های نگاره های تاریخی بنیاد شوند و این مرکز را مثل واقعا هم یک مرکزی تاجیکان و ایرانیان معرفی نمایند. اکای علیم جان، یک دو سخن میگوید که درباره همین نقشه هایتان اینجا چی خواهد بود؟ این مرکز بابای همه ما کوروش کبیر میخواستیم که مردمی سمرقند و بخارای و همه تاجیک زبان و تاجیکا بابای خود را شناسند، برای همون کسا احترامشون، برای تاریخ خود را و احترام همجا باغ کوروش ایستاده است. یک کمتر کار کردیم اینجا و حالی کار بسیار. چی نقشه ها دارید؟ چی میخواهید سازید اینجا؟ مثلا در جشن امروزه پیشنهادها شد که مجسمه های تاریخی، مجسمه کوروش کبیر و قهرمان های مثلا تاریخ مردم فارس بگذارید، مثلا انشاءات‌های بنیاد کنید مثل چایخانه و حمام و اون تالارهای فرهنگی که مربوط به تاریخ و به فرهنگ ما علاقمندی زیچ دارد، اونها بسازید. شما چی نقشه دارید خودتون؟ بله، همین نقشه ما همین که بزرگان ما را فرزندانشان شناسند، باباهای خود را شناسند، دانند گذشتگان خود را. میخواستیم که ما با گذشتگان خود، با باباهای خود نزدیک باشیم، خصوصا داریوش و کوروش. میخواهیم که شبهای شیرخوانی شود در اینجا، خیام، عموما برای مدنیت خود بسیار کارهای خوب شود. خب در اینجا کارهای ساختمانی ادامه دارد و سالهای نزدیک میبینیم که این جای به چگونه باغ تبدیل خواهد شد. خلاص میدان خوشرو، جای خوشرو، بلندی، یک جایی گرد اطرافش رو من هم خیلی راههای کلان و راههای خورد، جایش خوشرو. اینجا اکنون آباد کردنش باید که یک ریجه های خاص باشد، یک برنامه ریزی های علاوه باشد. امروز با یک چشم دید هم تو یک آرزو کرده میگردیم، سانی همونه یک تا اجرا میکنیم، همه سوله مهنت کرده. البته زحمت های شما تا امروز خیلی نظر رسید. در همین یک لحظه کوتاه همین قدر کار کردید، آنچه کار شده. اگه شما حقیقتا نامبرداری همین ملت، نامبرداری نه تنها تاجیکو، نامبرداری همه فارسیگوی جهان، من فخر میکنم، افتخار میکنم. و هر یک انسان در قلبش یک چیزی دارد و تنها همین چیز
به نفری گفته میتواند که باید درک کند که شما در داخلتون چی در ضمیر قلبتون چه اندیشه ها دارید. بید یک آرزو کنیم گردی همین زمینمون بگردیم کنیم چه ها کرده میتونیم در آینده. پیش از همه باید که جای جمعیتی باشد. من فکر میکنم که من همین گرد همین ها من همین گرد همین آب ها اگر ما تخت های روان بریم تخت روان کنیم مردم یک پلیس شبری یک زینه پایچه ها گفتید که هم زینه پایچه ها کتی گویا که در درونی آب ششته است این کار کنیم. بعد نه تنها همین درخت ها داخل همین ها مجسمه های مایده و کلان بازگوی همون عصرهای کروش باشد که مردم آمده عکس گرفته تاند بچه هاش باید چی فهمانده تاند. یک طرفش فرهنگی معرفتی شود یک طرفش گسترونومی شود یعنی که مردم جایی مثلا مناظر بسادید که سمبوسه خانه میشد و آش خانه میشد و اینجا بعد حتی وای کرم ممکن که من زنها به میگوید اعلام میکنید که امروز روزی سمبوسه خوری که شما میپذید میبید من تنور هست این هست وای هست یک تاش سمبوسه دیگی میکنه یک تاش سمبوسه تنوری میکند یک تاش سمبوسه زیر بیدگی میکند یک مثلا کس گوشت کتی میکند یک کسی دیگر مثلا علف کتی میکند. من اینجا علف دیدید من همین تخت روان بری من همین هست روزه همین مثلا درستر کده یا که ابولای همین کوپرو کده وقتی که عروسا میبیان و وای میبیان جای عکاسی هم شود. برای همین هم یک تیپوگرافی خورده کم شدنش در کار که مثلا فوتو مدل یا کودکای روز تولدش و موسرگرانش و گهار بندانش حتی همین چیزای همینجا تشکیل کرده شود. مثلا خونه های تنگ بنی جای وای بنی من همین چیزا بده. خلاص همین جایی که آب هست جایی که زمین هست جایی که من اینقدر درختان این درختان شاهدای بسیار کارا شدگی همین چیزها باید ما به کمک میکند که ما این تو کنیم من این کار این تو بریم من این رهش این تو کنیم. در همین هر ماه یک چاره‌بینی بزرگ همینجا تشکیل کردن ممکن هر ماه اول از او مثلا مبلغ جدا کردن در کار همین مردم تفکرش تیار کردن که همین چیز در کاری. بعد همین خشابت که مثلا وقتی که ما پیشنهاد میکنیم یگان چیز و یک چیز اعلام میکنیم وقتی که ما نه زکک تشکیل میکنیم و خودش راهش یافته رفته هم میگیره. برای همین هم اینجا به بعد تئاتر ترانه موت هم ساختن ممکن اینجا به بعد اینجا مرکزهای مثلا هر یک پیراه انتخاب کردن یک کس مثلا رسامی بعد دوامی سال همین اعلام میکنه که ما کنکورس داریم همین دوامی سال همین چیزایی شما به وقتی نوروز شما نوروز چه خیلی میبینید دیدی شما نوروز همون دیدی نوروزی که جشن با که آمدن وای میکنی جدا کرده صورتای میبینید این کلانای علایده این کودکای علایده بعد اینا با جایزه گیرن و بیان همجا نمایش عکس ها کنیم نمایش فیلم های خود دکر کنیم نمایش شعر درباره نوروز و من نوروز چی هست برای چی هست این چیزهای اگر تشکیل کنیم اینجا هر روز آدم میبیاد. خب کار بسیار من دیدید که من همین چیزها من میخواهم که فیروز جان تو به نوار گیری و بعد از مثلا این سال آمدنم ما علاقه این نوار با این نواری که یک سال به چی کارو شدگی بهتر شود و خوبتر شود. من به خوشم آمد که همین وای دارد آب دارد و من فقط فکر میکنم که این آب از کجا میآید و کجا میرود. در اینجا یعنی چشمه دارد چشمه در برگی آب زیاد می شود در آنجا قبر دارد آب زیادی می رود با پستی سنجاب هست یکون حیوانچه ها اینجا هست دیدید ندیدید آهوچه می گردن آهو همین مثلا کودکا بیاد بچه‌ش پدر و مادرشون که لیلک میبیاد اینجا لیلک ها میبیان هر زمان یک وعده من همین قسمتی و زوپارک برای یک چیز کردن مرغا بسیارن این کار کردن ممکن. معلومه به فکر شما چیز ضرورت فعلا وجود دارد که چنین یک
مرکز چون یک باغ فارسی تاجیکی تأسیس یابد در امریکا. خوب میدونید مثلا در همین امریکا آمده یک چیز دیدم که هر یک کشور اینجا آمده کشور خودش را ساخته است. کشور خودش را ساخته است، تمدن خودش را ساخته است. هر یک ملت، هر یک فرمانسای جمعیتی میخواهد خودش نشان دهد و میخواهد نه تنها نشان دهد، بهتر کرده نشان دهد که ما هستیم گفتنی گپ. ولی وقتی که درباره ما سخن میرد فارسی گویان جهان، با ترسانه جسورانه با گردن بلند و سر بلند ما هستیم، ما بهتریم گفته نشان دادن ان همین چیزهای ساختن در کار. من الکی به چشمم میبینم که اینجا باید که آثارخانه باشد، این قسمت آثارخانه باشد، این قسمت پایان ترش جایی قبول مهمان ها باشد، مهمان خانه باشد. اینجا باید جاهای باشد که مثلا قدیمی همین ساختی حمام هایی که برای آدم سلامتی میدهد. سلامتی یعنی که همین آبی تازه و همین. ها بچیم مایلش بچیم این تو به هدیه این نوروز. تو میدونیم این چی؟ نه. این هشتگ بچه منه. میتونیم هشتگ کشیده کنی کش؟ نه این تو به هدیه بچه، هدیه نوروزی. نامت چی؟ فرزانه. فرزانه جان تو چه خیلی نامی خوش رو داری. آفرین تو به خندلاتی من. مبارک شود تو به نوروز. میشه بگویی میبیایی می تماشا با؟ بیو من توی دعوت میکنم. من امکت علیم جان، من این امکت فیروز جان ما توی منتظر میشیم. مایلش می؟ بیا فرزانه جان من توی میکوبم. اساسا این درخت کاج میگویم. درخت کاج تاجیکی با ما این کاج میگویم. بسیار من همین درخت خوش میدونم. نمیدونم یک عجایب یک وای دارد. بعد این وایده من مثلا همین درخت برای چی دوست میدارم؟ برای آنکه فقط در ترانه هم نوشته برای تو من عمری کاج میطلبم. این عمرش دارم. همین چقدر که در کاج سوزن برگ ها هست همین قدر برای تو خوشبختی و سلامتی میطلبم. نبینید я столько тебе желаю удачи, сколько иголочек на هر یکش خوشبختی میتونه. بسیار خوب. این ببینید این برگ این عجایبات است. یک تن سوزن بریم. بعد من ترانه‌ام به نوشتگی که هم درخت کاج به خودم مانند است. به خاطر آنکه من هم با سوزن سر و کار دارم، طبیعت برای من سوزن در کاج آفریده است. من همین زمینی مهون تو انم خونه تو هم خونه یک 10 متر راه هست ایرش خونه ایرش به خدا خواهد من همجا یک بانکت میذارم اگر من رخصت کرد اگر اینجا بایشون رهبرشون همجا به پروژه کده دیگر کده میسازیم در همجا کروشی کبیره بایشون هیکلشون موندنی بلندی با که هم تو برآمده ایستادید که هم تو پیشواز میگه سونی آب مینمون نظرتون با که حقیقتا بابوی می ارزیدگی مردن هم خیلی یادت از او رو گرد اطرافش همون مخصوص همون نقش و نگارهای دیوار نگاره های تخت جمشید که ساخته اگر ما من این راه های محکم کنیم همون الکه همون قبه های وای الکه درباره همین جای بزرگا گفتنی گپ میشد. مردم میگن که انا خیلی این جای وای با اومدیم میگن که این کجا باشد این چی باشد اینجا چی هست گفتنی گپ شده نشون که من فکر میکنم که همین آدم وقتی که یک چیز بنیاد میکند این یک صدقه جاری هم میشد. آدم از دنیا رودم همین کارش و همین مکانش اگر به کسی کمک رساند کسی ارشاد کند و همین کار استفاده برده تاونند برای وی ثوابش میرسد. برای وی همون از بالاها از آسمان ها روح آدم برای به تماشا میبیاید. وقتی تماشاش میبیند که مردم پر و مهنت من بیکار نرفته است. همین چیز آدمای من شادی کننده است، خرسنده کرده است. هم اگر بالای آن است که روحی مردم بالیده باشد. روحی مردم همین چیز با کروش کبیر بسیار جهد کرده که تلاش کرده که آزاده باشند، تازه باشند، زیبا باشند، روح بلند باشند. مخصوص زنها به اهمیت داده که زنهای در یگان جا چهارچوبه به نه اندازه باید آزاد باشد. اسب سواری کند، جوقم بازی کند،
و اگر راهش گشوده باشد و همه این کارها دستش رسد اگر و این فرزندهای سالم تربیت تمدن دیگر میکند و جهان دیگر میکند و برای همین برای باید بیشتر علم دادن در کار، بیشتر باید به فرهنگ نزدیک کردن در کار که آینده ساز همون فرزندهای انسان باید دنیا را زیبا کند. یک کاری که خرد کند و یک نیک بهترین شود. نیکی میماند جاودان. نیکی میماند جاودان. همین جای جلال خریدتان خدا به نصیب کند براتون. شما عائله خرد ندارید، شما عائله بزرگ دارید. این عائله بزرگ براتون مبارک باشد. نوروزتان مبارک باشد. نوروزتان مبارک باشد. نوروزتان منم خیلی فدایانه، منم خیلی زیبا باشد. و خدا ما بود تا نوروز دیگر برسونه. دوستان عزیز، این بود یک سیاحت کوتاه در باغ کوروش کبیر که در ایالات اوهایو شهر سینسیناتی قرار دارد. امیدوارم که هر یک ما روزهای نزدیک میتوانیم الکی به آنجا برویم، سیاحت کنیم، استراحت کنیم و فرزندان خود را از تاریخ و از گذشته های خود آگاه سازیم. خب، روز خوب و خوش داشته باشید.